تفاوت بین بیمه سگکا و بانکور در ترکیه. بیمه سگکا یه بیمه اجباریه که برای کارکنان بخش خصوصی ارائه میشه که توسط کارفرما این بیمه برای این دسته از کارکنان ارائه میشه. اگر شما کارمند یه شرکتی هستین، باید هر ماه چک کنید ببینید که آیا بیمه‌تون توسط کارفرماتون پرداخت شده یا نه. در صورت عدم پرداخت در سابقه بیمه‌تون وقفه ایجاد میشه و از خدمات درمانی هم محروم میشید. و اما بیمه بانکور چیه؟ بیمه بانکور به افراد خوداشتغال و صاحبان کسب و کارهای کوچک و کشاورزان تعلق میگیره. افرادی که به صورت مستقل کار میکنن و کارفرمایی ندارن. کسانی که توی ترکیه شرکتی ثبت میکنن از ماه اول ملزوم به پرداخت این بیمه هستن که در صورت عدم پرداخت توی سیستم بیمه وضعیت به عنوان بدهکار ثبت میشه. از مزایای هر دو بیمه هم بهره مندی از خدمات یکسان درمانی و بیمارستان ها و منجر شدن هر دو به بازنشستگی است. و در آخر اگر سوالی دارید تو این زمینه میتونید با ما به اشتراک بذارید.